این ویدیو یه کمی طولانی تره. داریم راجع به امنیت صحبت میکنیم، مخصوصا امنیت داده هامون. این ویدیو از این پیج از اینستاگرام منتشر میشه. فقط کافی این ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذاری و از ما حمایت کنی که سریعتر پیج ما بالا بره و روزانه آموزش های بیشتری برای شما بذاریم. بریم شروع کنیم و از امنیت صحبت کنیم. حملات سایبری و هک ها خیلی کسب و کارها رو نابود میکنن و اعتبارشون رو از بین میبرن. شما 2 سال پیش حتما متا رو شنیدید یا فیسبوک قدیم رو شنیدید که یک حمله‌ای بهشون شد، باعث شد که نام شرکت رو عوض کنن و از فیسبوک تبدیل به متا کنن. خیلی مهمه، بس ما باید جلوی اینا رو بگیریم. ممکنه یک نفر از دوستان خودتون، آشناهای خودتون به یک نفر فرد خلافکار اصلا فقط از شما پول بخواد و این کار انجام بده. چطور جلوی این کار رو من بگیرم؟ چطور نذارم این اتفاق بیفته؟ ببینید، یک سری، حالا چطور بگم، بحثایی هست که میگه ویندوز آپدیت انقدر ترافیک منو میخوره، مثلا اینترنتم زود تموم میشه، آنتی ویروس نمیخواد که، مگه کارم چیه؟ این حرفا رو اصلا نزنید. یعنی این حرفا رو هر کسی هم زد بگید چی میگی؟ کلن بریزید دور. درسته ما داریم از کرکی استفاده میکنیم، نکته است، اینو بذاریم کنار. اما شرکت خودش داره آپدیت میده. آقا بیا آپدیت کن، فوقش 1 گیگ، فوقش 500 مگابایت میخواد اینترنت تو رو بگیره. چرا فکر میکنی این ترافیک زیادیه؟ حتما باید آپدیت باشه، حتما باید ویندوز آخرین نسخه باشه. 1% احتمال بده که یک کد ویندوز به صورت اشتباه باشه یا قدیمی باشه. تو در خطری، تو هر لحظه در خطری. از آپدیت کن آنتی ویروس تو، ویندوز تو. خیلی مهمه، آپدیت کردن خیلی مهمه. حالا بریم قسمت بعدی این تیکه. ببینید، شما حتما باید بکاپ داشته باشید از اطلاعاتتون. این بکاپ تنها نباید روی سیستم باشه، میتونید روی CD رایت کنید، داخل موقت داخل فلش USB موقت داخل هارد اکسترنال بذارید. ولی یک راه بهتری هم هست. میتونید فضای ابری بگیرید یا از فضای ابری های رایگان استفاده کنید. قبلش 2 مرحله‌ای بکنید، قبلش امنیتش رو بالا ببرید، بعد از اون فضا استفاده کنید. پشتیبانی از اطلاعات بسیار مهمه. اصلا ممکنه شما هک نشید، ممکنه هیچ اتفاقی براتون نیفته. فقط یک نرم افزار نصب کنید و اون نرم افزار تمام اطلاعات شما رو کد کنه، تمام اطلاعات شما رو از بین ببره و شما بمونید و اطلاعات مشتریانی که از دست رفته. حتما حواستون باشه. بریم مورد دوم. این مورد خیلی مهمه و دیگه فیشینگ و کلاهبرداریه. شاید شما سایت وردپرسی داشته باشید یا شما سایت اختصاصی داشته باشید. برای احراز هویت کاربران، احراز هویت پیامکی که با شماره تلفن انجام میشه، از یک سامانه پیامک هم بخرید. اگر سایت شما امنیتش ضعیف باشه 1%، اگر
بتونه به اطلاعات پنل پیامک دسترسی داشته باشه، لینک های فیشینگ درست کنه یا لینک های فیشینگ برای ایمیل درست کنه و بفرسته برای کاربرانت، باید پاسخگو باشی. پس ببین، پیامکی که داری استفاده میکنی خیلی باید امنیتت بالا باشه. الان پیامک ها خطرناکترین نوعش هست که راحت مردم باز میکنن و ممکنه فیشینگ باشه، ممکنه از حساب تو بره. میدونی چی میگم؟ ممکنه از حساب تو بره، پات گیره. حتما حواست باشه، امنیت چیز مهمیه. نفوذ داخلی یعنی کارمند خودت، گزینه بعدی، گزینه سومه. شاید یکی از کارمندهات این کار انجام بده، یک سری پسوردها رو در اختیار یه افراد دیگه قرار بده. تو باید حواست باشه. راه حل این چیه؟ دسترسی ها رو اوکی کنی. باید سیستم های CRM برای فروشنده، برای حسابدار، برای کارمند معمولی، برای کارآموز سطح دسترسی های مختلفی رو تعریف میکنه. اگر سیستم تو سنتیه، سیستم تو بیار روی سیستم CRM، رایگانش هم هست، پولیش هم هست. و اگر نمیخوای روی سیستم مدرن یا دیجیتالی بیای، اگر داری سنتی کار میکنی، سطح دسترسی ها تو داخل دفتر، داخل یک جا بنویس و برای کارمندانت بگو آقای فلانی، خانم اکس، شما حق دست زدن به گاف صندوق رو نداری، داری سنتی کار میکنی، چاره‌ای هم نداری، نمیتونی مدرن کار کنی. پس دسترسی خیلی مهمه، سطح دسترسی. حالا بریم نقض حریم خصوصی و تجزیه تحلیل داده ها. مورد بعدی، خیلی از داده هایی که ما داریم اگر یه تحلیلی روش بزنیم، یک سری اطلاعات به دستمون میاد. مثلا این مشتری انقدر تومن از من خریده، این جنس ها رو از من خریده، این مشتری ها اینا رو دوست دارن. این اطلاعات خیلی مهمه. اگر مشتریان شما بیشترم باشه، این اطلاعات مهمتر هم میشه. چرا؟ چون رقیب شما با توجه به این اطلاعات بیشتر میتونه به اینا محصول بفروشه. خیلی باید حواستون جمع باشه که این داده ها حتما جای سیف باشه. حتما خودتون دسترسی داشته باشید، نه کارمندتون نیاز نداره به این اطلاع. شما هستید که محصول رو تأمین میکنید و به کارمند میدید برای فروش. خیلی مهمه. مورد ششم، سخت افزار و نرم افزار. دوباره برمیگرده با موردهای اول، گفتم آپدیت ویندوز و اینا. اگر شما پشتیبان نگیری، اگر شما آپدیت نکنی، این یه ضعف خیلی بزرگی هم هست. حالا اگر سخت افزارت اوکی نیست و میدونی که این مشکل داره، میدونی که ویندوز داره دیر بالا میاد، میدونی که هاردت به مشکل خورده، همون روز باید عوض کنی. اگر هارد تو بعد چندین روز به مشکل بخوره و یک روز بالا نیاد، تو نه بکاپ داری نه ویندوزت بالا میاد، باید ببری پیش تعمیرکار. با توجه به مهم بودن اطلاعات، من میگم 1%، زیادم نه، 1%، ببری پیش تعمیرکار، اون رو درست کنه. حالا آیا هارد درست بشه درست نشه، اینا همش حرفه. خیلی باید حواست باشه که نرم افزاری و سخت افزاری ضعفی نداشته باشی.
مورد هفتم، ببین تو یه مدیری و داری کسب و کار خودتو مدیریت میکنی، حتما باید به کارمندانت آموزش بدی، بگی که من میخوام به این صورت کار کنم. شما هم باید حواستون جمع باشه. هر شبکه اجتماعی که میسازی، هر کاری که میکنی 2 مرحله‌ای کن. نیاز به پیامک بود به هم زنگ بزن یا به هم بگو پیامک رو برات بخونم. این آموزش امنیتی برای کارمندان خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. هر چقدر کارمندت بیشتر از امنیت بدونه، کار تو بهتر جلو میره. بریم سراغ پیچیدگی قوانین و مقرراتش. ببینید شما یک سری قوانین و مقررات بایستی برای کارمندانتون تعریف کنید که روی دفتر می نویسید، روی ورد می نویسید. حتما این قوانین رو کارمندتون باید بدونه و در صورت نیاز امضاش هم کنه موقع استخدام. اگر قوانین ننویسید، فردی اومد یک خطایی کرد، خطا میکنه اشکال نداره، خطا میکنه اشکال نداره، قوانین رو هم نمیدونه و شما هم هیچ چیزی نگفتید، همین اشکال نداره اشکال نداره. ولی یک اشکال نداره کوچیک توی بلند مدت ممکنه ضربه اقتصادی خیلی شدیدتری به شما بزنه. حالا تو مورد بعد بهش میگم، بهش خیلی میپردازم. ولی حواست باشه، حواستو جمع کن. حتما باید یه قوانینی برای خودت داشته باشی که اگر کارمندت یک خطایی رو کرد بگی انقدر تومن باید جریمه بدی، باید این کارو کنی، باید اضافه کار کنی، باید روزانه 5 میرفتی الان باید 6.5 بری. قوانین توی امنیت خیلی مهمه. زیانهای اقتصادی و اعتباری. مورد بعدی، مورد 9 که مورد قبلی هم گفتم، اگر قوانین نداشته باشی، اگر آموزش ندی، اگر ضعف داشته باشی، اگر ضعف دسترسی داشته باشی، اگر ضعف کلی داشته باشی، اصلا به این مرحله نمیرسی. تو مرحله اول کارت تمومه دیگه، به مراحل بالا فکر نکن. اگر حمله موفق باشه، اگر کارمندت اطلاعات رو در اختیار رقیب بذاره، اگر آموزش ندی به کارمندانت، میدونی چقدر اعتبار، میدونی چقدر زیان اقتصادی باید بدی؟ میتونی اینو تحمل کنی؟ خیلی مهمه. مورد 10، اینم مورد بسیار مهمیه و آخرین مورده که توی هر 9 تا موردم گفتم، دوباره تاکید میکنم. به خاطر رشد سریع تکنولوژی حتما باید سیستمت بروز باشه. حتما باید از آخرین روزها بکاپ بگیری و بکاپ گرفتی حتما باید تست کنی. ابزارهای تست بکاپ خیلی زیاده. تست کن ببین این بکاپی که گرفتی سالمه یا سالم نیست. و بکاپ گرفتنت یا نسخه پشتیبان گرفتنت باید به صورت پیوسته توی 1 روز باشه. حالا میتونی تو اون روز ساعتاشو جابجا کنی، مثلا 1 هفته 7 صبح گرفتی، هفته بعدش 12 ظهر بگیری، ولی همون روز بدونی که آقا آخر هفته است، جمعه است یا پنجشنبه آخرین ساعت کارمه، من یه دونه باید بکاپ بگیرم. حالا این بکاپی که گرفتم سالمه یا سالم نیست. اگر سالم بود این بکاپ رو کجا نگهداری کنم، کجا برای من سیفه، کجا امنه.
حتما این کارا رو انجام بده و این ویدیو رو هم با دوستانت به اشتراک بذار. ویدیو خیلی طولانی شد، خیلی ممنونم که تا الان این ویدیو رو نگاه کردید. بدرود تا ویدیوی بعدی.